سلام، به سیسترهود خوش اومدین. من نگین هستم و امروز میخوام درباره درمان تنبلی تخمدان و انواع اختلالات هورمونی دیگه توی خانم ها صحبت کنم. اول میخوام اینو بهتون بگم که اگه این مشکلات رو دارید، میدونم شاید خیلی نگران کننده باشه و شما استرس و نگرانی داشته باشید، ولی خوب میشید، درمان میشه، نگران نباشید. نکته خیلی مهمی که میخوام بگم اینه که اگه شما تنبلی تخمدان یا هر اختلال هورمونی دیگه رو دارید، احتمالاً خانومی هستید که مثل خودم بیشتر زندگیش رو توی سرش گذرونده، توی ذهنتون زندگی کردید. انگار که ارتباطتون با بدنتون از سر به پایین قطع شده. یعنی چی؟ یعنی مثلا شاید خیلی منطقی باشید یا این باور رو داشته باشید که برای رسیدن به موفقیت، برای پیشرفت، برای رسیدن به خواستهاتون، هر چی که باشه، باید احساساتتون رو بذارید کنار. کلاً احساساتتون رو سرکوب کردید. یا شاید اصلا باور دارید احساسات چیز بیخودیه. من چندین سال تو دوران دبیرستانم یه دونه عکس بود که میزنمش اینجا. این عکس پروفایلم بود توی خیلی از سوشال میدیا اکانتام و احتمالاً بیشتر زندگیتون رو توی انرژی مردانه‌تون سپری میکنید. انرژی مردانه انرژی هستش که مربوط به ذهن، فکر و عمل کردنه، مربوط به هدف گذاشتن، دنبال هدف رفتن، تلاش کردن. انرژی بیرون رونده است، چجوری بگم؟ آره، انرژی زنانه برعکسه. انرژی زنانه درون روند است، مربوط به احساسات و شهوده. و توی جامعه امروزی به احساسات و شهود بها داده نمیشه معمولاً. شاید اصلا باورتون این باشه که احساسات نشونه ضعفه. باوری که من خودم داشتم. اصلاً دوست نداشتم آدم احساساتی باشم. اصلاً دوست نداشتم که درگیر احساساتم بشم. فکر می‌کردم یه چیز بیخودیه که فقط جلوی پیشرفت و موفقیت منو ممکنه بگیره، که کاملا اشتباهه. شاید شما اصلا به خودتون اجازه ندید که احساساتتون رو حس کنید، که احساساتتون وجود داشته باشن. شاید همشون سرکوب شدن. این احساسات سرکوب شده و این زندگی کردن توی ذهن و فکر و قطع شدن ارتباطمون با بدنمون باعث و بانی اختلالات هورمونی و تنبلی تخمدان تو خانم هاست. و داروهایی که تجویز میشه برای تنبلی تخمدان سیکل ماهانه غیر طبیعی در بدن به وجود میاره که چیزی رو درمان نمیکنه. ما برای درمان کردن نیاز به ریشه یابی داریم. از اول بفهمیم که مثلا چرا هورمون مردانمون بالا رفته و یکی از مهمترین ریشه های بیماری اختلالات هورمونی از جمله تنبلی تخمدان همینایی که توضیح دادم. در قدم اول سعی کنید که خودتون رو توی بدنتون حس کنید. یک کمی از ذهنتون بیاید پایین. ببینید میتونید خودتون رو توی شکمتون، توی لگنتون حس کنید. ارتباطتون رو با بدنتون برگردونید. به بدنتون اعتماد کنید، اطمینان کنید. بدن شما رو دوست داره و حالت طبیعی بدن حالت سلامتیه. شما بهش اعتماد کنید، اطمینان کنید و اصلا رابطتون رو باش برقرار کنید. مثلا اگه شما الان نشستید، خودتون رو حس کنید روی جایی که نشستید. اگه رو صندلی هستید، رو تخت هستید، هر جا هستید، مثلا دست بزنید و حس کنید این جنس این صندلی که روش نشستید رو. یوگا خیلی کمک میکنه که ما بتونیم از ذهنمون یک کمی بیایم بیرون و وارد بدنمون بشیم. با انجام یوگا، مدیتیشن و اصلا صحبت با خودتون، بها دادن به احساساتتون و حسهای شهودیتون و همین که اصلا سعی کنید آگاهانه اینجوری از ذهنتون، از سرتون بیاین پایین برین توی بدنتون. اینها خودش قدم‌های اوله که میتونه شما رو از این انرژی مردانه یکم بیاره داخل انرژی زنانتون کنه. بعد باید از نظر تغذیه‌ای به خودتون برسید.
اینجوری که اگر شما مثلا صبحونه نمیخورید، نهار نمیخورید، شام نمیخورید، مدت طولانی مثلا چیزی نمیخورید، قند خونتون اینجوریه، این اصلا خوب نیست. اگر شما قند خونتون تنظیم نباشه اثر خیلی منفی میذاره روی بدنتون. توی یه دونه ویدیو قبلی هم گفتم سعی کنید هر حد اکثر 3 ساعت یک بار یه چیزی بخورید و اون چیز نباید کربوهیدرات ساده باشه، چون که اونها باعث میشن که دوباره قند خونتون یهو بره بالا، بعد یهو خیلی بره پایین. اینو ما نمیخوایم. ما میخوایم که اینجوری نگه داریم. اگه بشه شما بگیم ساعت 9 صبحونه خوردی، یه صبحونه باشه که هم دارای پروتئین باشه، هم فیبر، هم چربی خوب، مثلا روغن زیتون، آووکادو، اینجور چیزا، کره بادوم، مثلا کره فندق، هرچی. تعادل رو رعایت کنید توی وعده‌های غذاییتون. همه چی داشته باشه، پروتئین، فیبر، کربوهیدرات، چربی، همه اینها. و یه 3 ساعت بعدش نهار بخورید. بعد دوباره 3 ساعت بعدش عصرونه بخورید. عصرونتون هم مثلا میتونه باز آجیل باشه، یه چیزی باشه که کربوهیدرات خالی نباشه. خب حالا عصرونه نمیخواد یه غذای کامل باشه مثل نهار و شام، ولی یه چیز سالم باشه مثل آجیل و میوه خالی، چون که ممکنه دوباره قند خون رو یک کمی زیادی اینجوری ببره بالا پایین، توصیه نمیشه زیاد. بهتره که همراه آجیل خورده شه. واسه این حرفایی که دارم میگم حرفای دکتر آلیسا ویتی هستش که با کمک ایشون من تونستم خودم رو درمان کنم. از خودم این حرفا رو نمیگم، تجربه خودم رو دارم میگم و چیزیه که جواب داده روی من و روی خیلی از خانم‌های دیگه. حتما وعده های غذاییتون رو 4 وعده، یعنی صبحونه، نهار، عصرونه، شام، همه رو رعایت کنید. یعنی بخورید، اینجوری نباشه که یه دونه‌ش رو اصلا کلا بذارید کنار. و سعی کنید که شام سبکتر باشه و حد اکثر 4 ساعت بعد از شام خوردنتون بخوابید. اگه بیشتر بیدار بمونید ممکنه که دوباره مثلا گشنتون شه یا بخواید چیزی بخورید، بعد مثلا ممکنه باعث شه که قند خونتون یه کمی نامتعادل بشه. قند خون اگه نامتعادل بشه استرس درونی روی بدنتون ایجاد میکنه. خب ما به اندازه کافی استرس بیرونی داریم که باعث استرس درونی هم میشن. دیگه نمیخوایم که از این طریق که مثلا چیزی رو نمیخوریم که راحت میشه پیشگیریش کرد دوباره استرس اضافه بدیم به بدنمون. خب اینو حتما رعایت کنید. این 2 تا نکته رو که گفتم، همین که تغذیه رو رعایت کنید و اینکه بیاید توی بدنتون خودتون رو حس کنید، اینا رو رعایت کنید و نتیجهش رو خیلی زود میبینید. البته قدم‌های دیگه‌ای هم داره که تو ویدیوهای دیگه توضیح میدم و خیلی عذر میخوام که انقدر طولانی شد و وقفه افتاد بین ویدیو قبلی و ویدیوی الان، ولی خیلی خوشحالم که نظرهای شما رو خوندم. امیدوارم که این ویدیوها براتون مفید واقع بشه و ما بتونیم که به هم کمک کنیم زندگی سالمتر و بهتری داشته باشیم. راستی حتما برام بنویسید تجربه خودتون رو، چی به شما کمک کرد اگه که الان حالتون بهتر شده، چی به درمان شما کمک کرد. کلاً بیاید با هم حرف بزنیم توی نظرات. من هدفم اینه که اینجا رو تبدیل کنم به جایی که خانم‌ها میتونن بیان و با هم درباره مشکلاتشون صحبت کنن، حالا هر چی باشه، جسمی، ذهنی، روانی، هر چی. خیلی ممنون که ویدیو رو تماشا کردید. خودتون رو دوست داشته باشید. که ویدیو بعدی میبینمتون. بای بای.